غمش فرق میکنن ارباب بی کفن کفنش فرق میکنن آدم ابوالبشر شده اما حسین نیست از او خلیل سر شده اما حسین نیست موسی پیامبر شده اما حسین نیست عیسی گزیده تر شده اما حسین نیست حتی همه معصومین نور واحدن فرقی نمی کنند و مرا عشق همه در سر است اما حسین فاطمه یک چیز دیگر است حتی همه معصومین کی میتونه بگه من امام رضا رو دوست ندارم؟ کی میتونه بگه من حضرت زهرا رو دوست ندارم؟ علی رو دوست ندارم؟ امام زمان همشون نور واحدن فرقی نمی کنن و مرا عشق همه در سر است اما حسین فاطمه یک چیز دیگر است اسلام بی حسین مسیحیت است و بس بین حسین و شیعه صمیمیت است و بس اسلام ما که ثبت شده با شهادت کامل نمی شود مگر با ذکر یا حسین جانم حسین جانم حسین ای جان جانانم حسین جانم حسین ای جان جانانم حسین من دست خالی آمدم دست منو دامان تو امام حسین سر تا به پا در دو غمم درد منو درمان تو جانم حسین خیر ببینی انشاءالله بازم بگو جانم حسین جانم حسین ای جان یه بار دیگه جانم حسین ای جان جانانم حسین امشبی دلان بره در خانه علی اکبر امام حسین بگیری دامن علی اکبر را گله کرد در یک مکاشفه فرمودن مردم معمولا حوائجشونو میبرن در خانه برادر شیرخوارم علی اصغر و عمو جان
امشب یه امتحان کنید، امشب بگیرید دامن علی اکبر امام حسین را. حجاج ابن مسروق کوفیه وقتی که شنید امام حسین از مدینه آمده مکه، کوفه رو راه کرد اومد مکه در خدمت امام حسین. خوش صدا بود، مؤذن بود، سر بعد که میشد اذان میگفت امام حسین اقامه جماعت میکردن. قافله امام حسین از مکه آمد طرف کربلا، بین راه حجاج مؤذن بود. تو کربلا که رسیدن از روز دوم ماه محرم تا روز عاشورا اذان میگفت، اما همین که صبح عاشورا فرا رسید صفای جماعت بسته شده، منتظرن حجاج ابن مسروق اذان بگه امام حسین اقامه جماعت کنن. تا اذان شد حجاج بلند شد خواست اذان بگه، امام حسین یه اشاره کردن فرمودن حجاج شما امروز اذان نگو. چرا آقا؟ فرمودن دلم میخواد امروز علی اکبرم اذان بگه. اینو پدر و مادرها میدونن. من از همه داغ دیده ها عذرخواهی میکنم، به خدا قصدم دل سوزوندن نبود دیگه، اینجوری به زبونم دادن دیگه. از امام صادق سوال شد آقا جان برا پدر و مادر بهترین لذت چیه؟ آقا فرموده باشن پدر و مادر یه بچه ای رو بزرگ کنن، جوان بشه، برومند بشه، جلوی پدر و مادر قدم بزنه، پدر و مادر نگاه به قد و بالای بچه‌شون بکنن، این بهترین لذته. به خدا امام حسین کیف میکرد، لذت میبرد. علی اکبر داره اذان میگه، امام حسین نگاه به قد و بالای علی اکبر میگه، از شنیدن صدای بچه‌ش لذت میبرد، از دیدن قد و بالای علی اکبر لذت. شنیدین وقتی علی اکبر ودا کرد امام حسین فرمودن یه چند قدمی جلوی بابا قدم بزن، من برای آخرین مرتبه قد و بالا تو ببینم بابا. آخ بمیرم برای نمای دل حسین. امشب جوونا باید حقه روزا رو ادا کنن. شما مادرها میگن ام لیلا کربلا نبود روز عاشورا، امشب شما به جای ام لیلا بیاد مصائب دل
صبح عاشورا هر کسی رو زمین میافتاد امام حسین رو صدا میزد میگفت آقا به دادم بره ولی علی اکبر میدونه با رسیدن امام حسین دیگه علی اکبر جان در بدن نداره نفسش رفته لذا خدا حافظی کرده از دور یعنی بابا چه بیای چه نیای من رفتم خدا حافظ میگن مثل باز شکاری خودشو رسون کنار بدن بیجان علی اکبر صورت رو صورت بچهش بود یا صاحب زمان آقا جان شب تا سوات روزه امو جانتون علی اکبر آقا صورت رو صورت علی اکبر بزرگ میگن 7 مرتبه آقا از سویدای دل فریاد زد میوه دلم بابا جگرم علی حالا نوبت شماست دل حضرت زهرا رو شاد کنید نظر فرج و ظهور امام زمان همه زن و مرد خجالت نشه تمام شد اما سوار بلند بگیر یا حسین حسین سر خوبم اگر صدام به گوشت میرسه به تسلی دلم یه بار بگو بابا